روش‌های انتقال پول در سیستم بانکی کانادا. انتقال بانکی وایر ترانسفر مناسب برای انتقال‌های سریع و ایمن داخلی و بین‌المللی. کارمزد داره و معمولاً طی یک روز کاری انجام میشه و بلافاصله قابل برداشته. انتقال الکترونیکی EFT Electronic Funds Transfer برای انتقال وجه بین حساب‌های بانکی در کانادا به ویژه حساب‌های تجاری مناسبه. سرعت بالا و دارای سقف مشخصی برای هر تراکنش، مناسب پرداخت‌های منظم مثل حقوق و دستمزد. سرویس ای ترانسفر یک روش سریع و محبوب برای انتقال پول بین افراد از طریق ایمیل یا شماره تلفن. محدودیت مبلغی داره که بستگی به بانک و حساب افراد داره. چک و درافت، چک شخصی یا شرکتی. در صورت نبود موجودی کافی، چک برگشت میخوره و هزینه NSF از حساب کسر میشه. چک تضمینی، بانک موجودی رو هنگام صدور چک مسدود میکنه. چک بانکی درافت، بانک پس از کسر مبلغ از حساب، چکی با تضمین پرداخت صادر میکنه. انتقال مستقیم دایرکت ترانسفر، انتقال بین دو حساب در یک بانک مشابه، مثلا TD به TD که فوری انجام میشه و بلافاصله قابل برداشته. واریز نقدی کش دیپازیت، واریز نقدی به حساب مقصد انجام میشه و بلافاصله قابل برداشته. این روش برای مبالغ کم مناسبه و به دلیل مسائل مربوط به پولشویی محدودیت‌هایی داره. هر روش مزایا و محدودیت‌های خودشو داره. برای انتخاب بهترین گزینه با مشاوران صرافی پالادیوم در تماس باشید. پالادیوم، انتقال پول به کانادا سریع، امن.